یک معنای قدر اندازه هست، یعنی به این شب قدر بخیر رزقهایتان اندازه میشه، عمرهایتان اندازه میشه. بعضی ها را بخیر نوشته میشه که فلانی حج بیت الله شریف میره، خدایا ما را همینطور نوشته بگردان. به همین شب 25 اگر قدر باشه خدایا همینطور نوشته کن، اگر به 27 باشه همینطور نوشته کن که زیارت حرمین شریفین بخیر برای ما نصیب شود. و بعضی ها را نوشته میکنه که عمرش خلاص است، دیگه عمرش باقی نیست، تا فردا عمرش نیست، تا فردا سالی که رمضان میآید عمرش باقی نیست، در فلان وقت خداوند جانش میگیره. لیکن این آدم چنان مست و ملنگ خود است، هیچ خبر نداره که عمرم به پایان رسیده. ملائکه نوشته کرده که فلان ابن فلان عمرش ختم است، دیگر زندگی کرده نمیتونه. بازم به مجمع کردن دنیای خود مشغول است، چنان کشف میکنه که گویا که این 1000 سال دیگه هم زنده باشه به دنیا. برادرای عزیز، یک معنای قدر بود. یک معنای قدر این است که به این شب مبارک، به این شب مقدس، به این شبی که بخیر امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صاحب قدر میشه، از این جهت نامش قدر مانده. این شب مبارک امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صاحب قدر میشه. چه قسم صاحب قدر میشه؟ این آدم 40 سال گناه کرده، 60 سال گناه کرده، 70 سال گناه کرده، لیکن بعد از 70 سال یک بار به این شب مبارک به مسجد آمده، به این شب مبارک نماز خوانده، به این شب مبارک توبه کرده، به چشمش اشک پیدا شده، به قلبش سوز و نرد پیدا شده و این آدم از گناه خود پشیمان شده. گفت خدایا 80 سال خود به امیر روسیایی دیر کردم، این حالی توبه کردم، بد کردم، خدایا مرا میبخشی. الله ذوالجلال و الاکرام میگه بلی من این بنده خود را میبخشم.